سلام بچه ها، امیدوارم که حال دلتون کلی خوب باشه. بچه ها، من امروز اومدم اینجا دوباره. یک روز مونده به فینال اصلی و امروز من مهمان سورپرایزی برنامه‌ام و هیچ کی خبر نداره. انقدر هیجان دارم، انقدر استرس دارم، دستام داره میلرزه. دوست دارم برم پایین ببینم واقعا کیا با هم خوب رفتار میکنن امروز، چون خب تا الان حداقل فهمیدن که رأی من هم تأثیر گذاره و من میتونم رأی بدم و تا الان هیچ کی خبر نداشته از این موضوع. خب ببینم کیا به خاطر رأی، به خاطر پول میان با من خوب رفتار میکنن امروز. این شدت از دورویی ها رو واقعا دوست دارم امروز ببینم. کسایی که این همه پشت سر من حرف زدن، دروغ گفتن، تهمت زدن، با هم بدرفتاری کردن یا حسادت کردن یا هر چیزی که میخواین اسمشو بذارید. بله، میخوام ببینم برخوردای کیا امروز با من عوض میشه. میدونید، به خاطر رأی. اینجا فکر میکنم دیگه روزیه که خیلی چیزا مشخص میشه واسه خیلیا و واقعا منتظر همچین روزی بودم. من خودم هم خبر نداشتم که میتونم رأی بدم، میتونم تاثیرگذار باشم حداقل 1% توی برنده شدن کسی که توی این برنامه شرکت کرده، چون من خروج زده بودم. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته امروز و من چقدر میتونم خودم رو کنترل کنم واقعا. Let's go. نمیدونم، شاید من خیلی قضیه رو جدی گرفتم یا به قول بعضی از بچه ها مسائل خیلی بزرگ میکنم واسه خودم، اما شخصیت من اینه. یعنی به نظر من کسی که بتونه انقدر بدی کنه، انقدر دروغبازی در بیاره، انقدر دروغ بگه به راحتی جلوی این همه آدم، جلوی این همه بیننده، راجع به کسی که نمیشناسه، هیچ اطلاعاتی راجبش نداره، نمیتونه آدم خوبی باشه. هیچ جوره نمیتونه آدم خوبی باشه. تو کت من نمیره مثلا یکی بیاد بگه نه مثلا اینجا رو حالا نادیده بگیر آدم خوبیه. نه، دوستشون نداره. الانم صرفا فقط به خاطر زهرا و علی.